بچه ها خسته نباشین، شما هم خسته نباشین عزیزان. ما برنامه‌ای که مشاهده میکنید ادامه تمرینات آموزش شناس. در بخشی که مشاهده کردید ما شناوری ها رو گفتیم، بعد از آشنایی با آب بخش شناوری رو گفتیم و بعد از اینکه ما شناوری رو گفتیم حالا یه سری برنامه‌های دیگه داریم که اون حرکت شناوری تبدیل شد به حرکت. وقتی تبدیل میشه به حرکت یعنی میشه شنا. حالا یک سری حرکات ویژه است که به این اضافه میشه. در واقع ما به صورت فنی بچه‌ها رو آموزش میدیم تا خوب شنا یاد بگیرن. یکی از نکاتی که بچه‌ها بسیار مهمه صاف بودن بدن در داخل آبه. در یک راستا قرار گرفتن بدنه. بدن باید در داخل آب به صورت باریک باشه تا ما بتونیم خوب حرکات رو انجام بدیم. همین حرکتی که الان شما دارین با تخت شنا بعد بدون تخت شنا انجام میدین اسمش سر خوردنه. این سر خوردنه اگر بدنتون به صورت باریک طوری که من توضیح میدم باشه همیشه در شناهای به درد میخوره. یکی از حرکات مهم و پایه ما همین حرکتیه که الان من بهتون میگم. کنار دیوار وای میسی، ایشون میخوام این حرکت رو یادتون بدم. این دست صاف میره رو پنجه پا، سر بین دو دست قرار میگیره، دستا رو همه. ببینیم بدن صافه چسبیده به دیوار. این حرکتیه که در چهار شنا به درد ما میخوره. در تمام سرخوردن ها، در تمام برگشت ها در کار شنای فنی این حرکتی که از حرکات اساسی و پایه است که بدن در یک راستا قرار بگیره. خب حالا همین حرکت ما سعی میکنیم که انجام بدیم با شما. توجه کردین؟ دستا بالا رو هم دیگه، یه پاتونی بزنیم به دیوار. آماده؟ رو خب خوبه بچه ها. یه مشکلی که من چند بارم بهتون تذکر دادم وجود داره. حتما باید پنجه پا کشیده بشه بچه ها. حتما باید پنجه پا کشیده باشه. پنجه پا کشیده، دستام رو هم. آماده باشید؟ دستا رو هم. وقتی که سر خوردین صورت میذارین تو آب، بازوها به گوش چسبیده. همین حرکتی که بهتون نشون دادم. آماده؟ رو خیلی خوب بود بچه ها. آفرین. خب حالا بچه ها حرکت بعدی اینه. شما باید این سر خوردنی که پاتونی به دیوار فشار میدین، در وهله اول فشار دادن پا چند حالت داره. اول الان من دیدم شما همتون با یه پا فشار دادین، درسته؟ بعد یه بارم با اون یکی پا برین. آماده؟ رو خوبه بچه ها توجه کنین. باز بدن باید صاف باشه، پنجه پا کشیده. این حالت بسیار مهمه. هم پای راست رفتین هم پای چپ. حالا از اونجا به صورت ساده بیاین. آماده بشین رو صندلی، دستا بالا، سر بخور بیا. رو خیلی خوب بود. آفرین. خب حالا یه درس دیگه که از همه این درس‌های سر خوردن از کنار دیوار مهمه. شما چون تو آب هستین اول یه پاتونه، در یه لحظه اون یکی پا رو بذارین بغل این پا. تو خشکی نمیشه ولی تو آب میشه بچه‌ها. در یه لحظه دو تا پا بغل هم حالت بگیرین. حالا یه فشار برو دو تا پا. ببینم دو تا پا میتونین انجام بدین. آماده دستا بالا. وقتی رفتین پنجه پاتون بعدن کشیده باشه. آماده؟ رو خوبه بچه ها، بسیار عالی بود. خودتون توجه کردین که وقتی که با دو تا پا فشار میدین به دیوار سر خوردنتون خیلی بهتر میشه. حالا از اونجا بیاین، دستا بالا، پنجه پا کشیده. آماده؟ رو بچه ها توجه کنین. تکرار حرکات باعث میشه شما مهارتتون افزایش پیدا کنه. هر حرکت شنا رو باید چندین بار بچه ها تکرار داشته باشین تا مهارتتون افزایش پیدا کنه. الان من
برای افزایش مهارت شما یه نکته مهم دیگه رو میگم. شما باید یاد بگیرین که در 3 ساعت سر بخورین. این سر خوردن رو یکی بالا پاتون فشار بدین، از بالای آب برین. خب دومی بچه‌ها از وسط دیوار سر بخورین. سومی خیلی برین پایین. کار سختیه ولی الان تمرین میکنین. این مهارت یاد بگیرین برای شما بسیار ضروریه. اول پاتون اون بالا فشار میدین، دست روی آب سر بخورین. نمیخواد زیر آب برین، زیر آب نرن بچه‌ها. آماده باشید. روی آب آماده. آروم برو. خوبه بچه‌ها، خوب انجام دادین. پس این یه مهارت اول بود که از روی آب سر خوردین. الان با سر بخورین. بیاین پنجه پا کشیده. خب همه اینا نیاز به تمرین داره بچه. خوب بود. حالا ببینم از وسط میشه مثل اون تمرین معمولی که میکردیم. از اون وسط پاتون فشار بدین، در وسط آب برین. وسط آب یعنی بین قسمت خیلی پایین آب و قسمت بالا اون وسط برین. آماده برو. خوب بود. به جز 1 نفر 2 نفر بقیه عالی بود بچه. اونی که من خواستم. آفرین. اینم باید خیلی تمرین کنید که همتون بتونین تو وسط برین. این یه مهارت اساسی و خوبه. آماده. دوباره بیاین رو آب. بیاین حالا بچه‌ها این کار خیلی سخته. اونام که عینک شنا ندارن مواظب باشن بینیشون کف استخر نخوره. اونایی که عینک شنا دارن میبینن. کف اون پایین پاتون فشار میدین. البته برای پایین رفتن تمرینای دیگه من بعداً بهتون درس میدم، ولی الان ببینم زیر آب میتونید سر بخورین. آماده؟ دستا بالا برو. آفرین بچه ها. آفرین. خب این یک مهارت مهم و اساسیه. حالا سر بخورین دوباره بیاین. خوبه. سر خوردنتون خیلی خوب شده بچه ها. یه نفر برو سر بخور. وایستا وقتی با توریست بازی از اون وسط برو. خوبه. بریم یکی بریم. وایستا دوباره. خوب بود. برو. وایسین دوباره. برو. پنجه با کشیده به هم بچسبون پنجه پا رو. باز نباشه. شما برو. خب بچه این ایستادنتون رو دقت کنین. میخواین بیستین وقتی سر خوردین پا رو بیارین تو شکم. هر 2 تا پا رو راحت بیستین. سختتون نباشه که تعادلتون به هم بخوره. دقت کردین؟ یه مقدار ایستادن رو دقت کنین تا بقیه بچه‌هام یاد بگیرن. یکی دوباره از همینجا برو. برای ایستادن پاها رو باید بیاره تو شکمش. نانوش اینه. وایستا راحت وای میسته بدن. برو. شما بیا. پاهات گفتم به هم چسبیده باشه. پنجه با کشیده. برو. شما آفرین. شما
ببین خیلی زیر آب میری. وایسا شما، به خاطری که سرت میدی پایین خیلی زیر آب میری. سر ندین پایین بچه ها، سر صاف، بدن تو یک خط باشه. الان درست شد. برو. شما برو. سر خیلی نده پایین، سر خیلی نده پایین. برو. شما برو. شما برو. برو. خب همین حرکت رو به پشت که با تخت شنا تمرین کردین، شناوری پشت میرین. توجه کردین؟ دستا بغل، اینه همین صاف رو میخوام به پشت میرین. دستا بغل میتونه باشه، دستا بالا میتونه باشه. آماده؟ یکی یکی برین. برو. خوبه؟ خب با تخته یاد گرفتین، حالا شناوری پشت رو میرین. برو. اینجا چند تا نکته بچه ها مهمه الان. وایستا شما هم وایستا. بچه ها ببینید وقتی دارین به پشت زیر آب میرین باید با بینی هوا رو خالی کنین. چرا؟ آب میره تو بینیتون اگه این کارو نکنین. دست صاف توی آب، پنجه بام کشیده. شما برو.